بیژن، پهلوان ایرانی، به سرزمین توران فرستاده می شود تا با گرازهای وحشی بجنگد. اما در آنجا چشمش به منیژه می افتد، دختر زیبای افراسیاب، شاه توران. منیژه بی‌پروا عاشق می شود. بیژن را به قصر خود می برد، بی اجازه پدر، بی هراس از قانون. اما این عشق بهای سنگینی دارد. افراسیاب بیژن را زندانی می کند در چاهی تاریک. منیژه با دلی شکسته هر روز غذا می برد. امید می دهد و منتظر رهایی است. تا آنکه رستم، پهلوان بزرگ، برای نجات بیژن می آید و عشق از دل تاریکی دوباره زنده می شود.